از روز ازل اختراع پول در تاریخ ایران تا پایان محمد رضا پهلوی ما 420 میلیارد تومان تجمعی نقدینگی درست کردیم. الان در هر 2 ساعت اینقدر درست میکنیم. ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. ما همش هم کسی بودجه نیست، 1/3 کسی بودجه، بقیه‌اش عین دزدیه. عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننه‌شو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه، خرج اعتیادش کنه. سیستم الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با از طریق چاپ نقدینگی. شبکه بانکی ایران به شدت فاسد شده. الان روزانه بیش از 5000 میلیارد تومان نقدینگی چاپ تولید میکنه. این 5000 میلیارد تومان بامداد به بامداد که چاپ میشه صاف میره جلو در صرافی، میری جلو در بنگاه‌های خرید ملک، میری جلو در جاهای مختلف و قیمتاتو میبره بالا و هر مقداری که تو درآمد ارزی داری اگه قیمت ارز ثابت نگه داری فرار سرمایه تشدید میشه. من به شما